واردات ماشین‌های استحصال تا سال 2013 به تاجیکستان منع کرده می شود. در حال حاضر از خارج آوردن ماشین‌های ساخت تا سال 2006 ممکن بود. در گروه‌های ماشین فروشان در شبکه‌های اجتماعی نسخه نامه رسمی چرخ می‌زند که در آن از پرزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان منع کردن واردات ماشین‌های استحصال تا سال 2013 درخواست کرده می شود. در این نامه که با امضای رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان بوده، نسخه‌اش به دست پایگاه خبری بامداد نیز رسید. از جمله گفته می شود که قسم زیاد گازهای ضررآور از واسطه‌های نقلیات به فضا خارج می شوند، اساساً به نقلیات کونه راست می آید و موافق آمار رسمی اکثر صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک نقلیات یا اتومبیل‌های کونه روی داده ایستاده است. به این دلیل در این نامه که تشبسکارانش بنا به اطلاع دریافتی چند اداره دخلدار از جمله خدمات گمرک و اداره حفظ محیط زیست می باشند، خلاصه دادند که با مقصد به تنظیم در آوردن روندهای بالا ذکر بار دیگر قبول نمودن قرار دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان و توسط آن منع نمودن واردات واسطه‌های نقلیات سال برآوریششان تا سال 2013 به حدود جمهوری موافق مقصد می باشد. مقامات رسما این نامه را تا حال شرح ندادند. این هم معلوم نیست که اگر واردات ماشین‌های تا سال 2013 به تاجیکستان منع شود، این قرار کی به اجرا خواهد درآمد. یک منبع در مقامات گمرک به بامداد گفت از احتمال غالب واردات ماشین‌های ساختشان تا سال 2013 از 1 ژانویه سال 2024 منع خواهد شد، ولی می تواند این کار را زودتر برای مثال از 1 سپتامبر یا 1 اکتبر سال جاری نیز برای بیاندازند. گفت او بسیاری از تاجران ماشین میگویند که این تشبس مقامات برایشان ناگهانی بود و بسیاری از ماشین فروشان را غافلگیر کرد. یک تاجر ماشین روز 20 ایول سال 2023 به بامداد گفت صاحبکارانی هستند که در لیتوا تا 400 ماشین خریده دارند. برخی دیگرش از 20 تا 40 ماشین. بلاروس با ماشین‌های بارکش انتقال دادن ماشین‌ها را اجازت نمی‌دهد. روسیه هم غم داده ایستاده است. وقت‌های آخر وگان نمی‌رسد. مردم نمی‌داند ماشین‌های خریده‌شان را با کدام راه به تاجیکستان رساند. اگر این گونه قرار قبول شود، مجبور می‌شویم ماشین‌های خریده‌مان را میده کرده همچون قسم‌های احتیاطی بیاریم که سخت نسوزیم. باور می‌رود که این تصمیم می‌تواند سبب بالا رفتن نرخ ماشین از جمله نرخ ماشین‌های کونه در بازار ماشین تاجیکستان شود. نگرانی دیگر آن است که از منع واردات ماشین‌های تا سال 2013 امکان خریدن ماشین را برای بسیاری‌ها دستنورس می‌کند، چون که نرخ ماشین‌ها بعد سال 2013 در تاجیکستان خیلی بلند است. تاجیکستان کارخانه ماشین سازی ندارد و بازار کشور به واسطه‌های نقلیات از حساب واردات تامین کرده می شود. بنا به حساب‌ها سالانه به تاجیکستان تا 70,000 ماشین وارد کرده می شود. حجم عمومی بازار ماشین فروشی تاجیکستان سالانه از 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می شود.